همه منتظر خبر امروز روز جمعه هستیم. جکسون هول سیمپوزیوم و آقای پاول هم میخواد اونجا صحبت کنه. بریم سراغ تحلیلمون. اینکه تأثیرش چی میشه و چی میگه خب معلوم نیست واقعا، خیلی اهمیت ندید شما. بعد آقا بریم از توتال شروع میکنیم. توتال آقا هفتگی این توتاله؟ نه این آدرز دادیه. توتال هفتگی آقا توتال هفتگی اون هفته هم با هم صحبت کردیم. اول هفته وقتی اومدیم و این مقاومت آل تایم هایش رو فیک کردیم و یه کندل شیک بازگشتی زدیم، باعث ریزشمون شد و یه اصلاح دادیم و تا این محدوده ها پایین اومدیم. حالا این کندل زدیم، تاثیر این کندل چیه؟ این کندل چند حالت داره. خبر خوب میاد این هفته و این شروع میکنه پامپ کردن و این اینگولف میشه مثل این و یه حرکت سودی رو 2 هفته‌ای رو خواهیم داشت توی بازار مثلا مثل این. ولی خب میتونه این مخصوصا اینجا چون خریدارا زورشون رو زدن و به جایی نرسیده، ممکن تو هفته بعد دیگه خریداری دوست نداشته باشن زوری بزنن و میتونه همین باعث ریزش بشه. حالا 2 حالت داره از این به بعدش. از این به بعدش 2 حالت داره و من نوشتم میشه. آره حالا اینجا میبینیم این 3.72 رو فیک میکنیم. یه میبینیم فیک میکنیم و برمیگردیم بالا که این نشون میده که بله ما تو فیکمون از اینجا کوچیک‌تر بوده، خریدارا زودتر برگشتن تو بازی و یه دوری هم اینجا میزنیم دور اون فلک و میریم بالا و احتمال برگشتن به سمت بالا و سرحیت اون بیشتر میشه. یه حالت دیگه هم داره، میام اینجا و میام اینجا زیر این تثبیت میکنیم. این برای حرکتی همسان این یا عمیق‌تر از این که اگه این بر اینجا این رنجمون بزرگتر میشه. حالا بستگی نداره، ممکنه سریع برگردیم بریم بالا ولی ممکن هم هست این اتفاقات بیفته و تا اونا دیگه مثلا یکی 2 سال دیگه اگه بخوایم بریم این پایین خب بستگی داره، ممکن اینجا سریع هم برگردیم ولی بهتر زیر 3.72 نیاییم. ریزش رو اصلاحمون عمیق‌تر میشه. دیگه USD دادی هم نگاه کنید همه‌شون یه گارد خاصی رو گرفتن. این هم بعدش اینجا یه رنجی بزنه بعد بره بالا بیاد مثلا 4.60 بالا 4.60 هم نریم بهتره و بالا 4.49 فعلا از این فضا این که بخوایم اینجاها برگردیم خارج میشیم. و اینجا مثلا یک کانال توری قطعا داریم و من نکشیدم ولی خب معمولا هستن اینطوری. مثلا بریم بالا دیگه کانال خارج میشیم، حداقل نصف این کانال رو بریم بالا میریم تا اینجا 6.63 و اینا 4.63 و یکم شرایط عوض میشه تا 1-2 ماه و میریم برای مثلا خبرهای نرخ بهره بعدی که مثبت بشه. خب حالا فکر کن اینا رنجن، شروع کردیم رنج زدن اینجا، این بعدی هم اومد اینجا یه هفته یا 2 هفته این اتفاق افتاد. اما اینجا یه گزینه بسیار خائن‌طوری داریم به نام دامیننس بیت کوین که یه گاردی گرفته که دوستان نگاه همه توجه رو به خودش جلب کرده. نگاه کن من دوست دارم بریزم، اگه شروع کنه به ریزش
چه اتفاقی میفته؟ آلت کوین ها شروع میکنن به حرکت کردن. اونم چه آلت کوین هایی؟ نگاه کنیم اینا چارتشون خیلی با این فرق نمیکنه و این حال مقداری سودی تر هستن، یعنی مثلا شانس اینکه اینا اینجا رنج بزنن بیان بالا بیشتر. این توتال 3 هست. تا کسی که میخوام ببینن اما میم نگاه میکنیم. بله آدرز دادی دقیقا انگاری BTC با آدرز دادی دست به یکی کردن که یه حرکتی تو مارکت پیش ببرن. این هم خب میدونید کریپتو مارکت کپ به جز 10 تای اول و این میتونه شکست این یه حرکتی مو به اون تا اینجا بده. میتونیم یه مثلا دیگه به هر حال یه مقدار حرکت سودی خواهد شد، مقدار زیادی. اما اتریوم وضعیتش چطوریه؟ همونطور که ما همیشه اتریوم رو تحلیل میکنیم. اتریوم یه حرکت بزرگ سودی زدیم، الان میشه نشانه خیلی شدیدی از نزول درش نشون نمیده. حتی اگه یکم بالاتر هم بسته بشه خب احتمالی که برگشت بکنیم یه حرکتایی رو به سمت صف قبلی داشته باشیم زیاده. یه بارم بعد میومدیم این مقاومت 4.4000 رو تست میکردیم. میشه گفت اینجا اومدیم سریعا این گل شده و الان هم میخوایم بریم مثلا اینجا حرکت ها رو بزنیم و 4 نقطه مثلا 350 رو بشکنیم و این خط 5.60 بشکنیم و بریم بالا. ولی اینجا پوزیشن باز کردن منطقیه، ولی هم یعنی ما هم استاپ بای بزنیم و اینجا پوزیشن منطقیش همین میشه دیگه. ما بیایم بشکنیم اینجا تازه مومنتوم بگیریم، بیایم مثلا اینجا یه قاربار دیگه کنیم بهمون میده. من احتمال نمیدم که با توجه به تشرط ما بازار این هم مثلا حرکت خیلی شدید نباشه. آره خلاصه بگم همین دیگه. اتریوم رو باز کنیم، ثبت میکنیم برسه اینجا. این نوایی با یه ستاپی چیزی هر چیزی دارید باز کنید و مثلا اینجا به یه رنج کوچیک بزنه، ما یه فیکی هم بزنه که دیگه میگیم بوسش میکنیم و میپریم بالا. ماشاءالله فیک. نمیدونم چرا فیک دوست داریم، مثلا طبیعی نیست این حجم از دوست داشتن فیک. آلت ها رو همه مثلا بررسی کنیم. مثلا این وضعیت BNB حرکتی داشت، ما اینجا یه پوزیشنی باز کردیم هنوزم نبستیم داریمش. داشتم فکر میکردم به این لینک رو باز نکردیم. لینک رو دیگه من اینجا باز نمی کنم، اصلا خوبم برگشت نمیخوره، شاید بر نکرد یه مقداری این اصلا. آره XRP ببین اصلا تو وضعیت شاید مثلا خود بیت کوین وضعیت بهتری فکر کنم داشتن. بیت کوین خیلی مثلا با بیت کوین فرق نمیکنه وضعیتشون. سوی مثلا حتی بهتر هم نیست، این بهترینشون اتریومه. مثلا بعضی شما تک توک خوبه. TRX چطوره؟ TRX رو میشد اینجا گرفت، مثلا من اون روز سرما خورده بودم و وضعیت جالب نبود ازم. آواکس اصلا بالای این خطوط یه بار اومده، یه بار دیگه آسپای کوچیک بگیرید. اینجا خیلی مطمئن نیستن، چون وقتی میبینید تو بالاتر نگاه میکنین ریخته. نگاه کنین اینجا حتی لحاظ داتوری هم رفته بالا اومدیم اینجا. حالا یه سقف بالاتر میتونیم بیایم بریم و پایین تر رو ببینیم تو 4 ساعت. ولی قطعا توی آلت کوین ها یه تعدادی ازشون با توجه به آدرز دادی خوبن و پوزیشن
خواهند داد. قطعا توی کانال تلگرامم بررسیش میکنم و براتون خواهم گذاشت. سلامت و خوب و سر و حال و همه چیزای خوب باشید. خداحافظتون.